بچه یه لحظه، من الان باورم نمیشه تا زدم تا اومدم اصلا اینترو میخواستم بگیرم، باورم نمیشه. یعنی من انقدر سفیدم که نقطه اسپانم توی ویلیج وسط ویلیج اسپان شدم. انقدر بنده سفید هستم، انقدر من سفیدم، باورم یعنی اصلا باور نمی کنم. من کاش سند و مدرک داشتم که نشون بدم چیت ندادم و واقعا نقطه اسپانم اینجا بوده. اصلا باورم نمیشه که وسط ویلیجم. مگه تو آنیسا شاهده بچه ها؟ آنیسا مگه ما اسپان نشدیم وسط ویلیج؟ آره یعنی تو زدیم وسط ویلیج بودیم، درسته؟ آره. حالا میشه حرکت کنیم؟ وایسا. خیلی خوش اومدین. اسم من سالار نای و اینجا هم سالار سیدی، همراه آنیسا هستیم و اومدیم که هاردکور بازی کنیم. آنیسا لیلیو. حالا هرچی آنیسا لیلیو جانم جان 20 جون. حالا 20 جونم من دوست داشتم 20 جون باشه، حالا کار نشته باشید چرا 20 جونه دیگه. یادم رفت اون ماده رو بردارم، یه ماد روش بود، یادم رفت اون رو بردارم. همینجوری ادامه میدیم با 20 جون. آقا 20 جون هم خوبه، زیادتر احتمال مرگ اون کمتر. اینتروم داره خیلی طولانی میشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و کامنت بذارید. بریم که بی معطلی شروع کنیم. بذار این یه سری از ماد قبلی وامبلایک اینجا هست، بذار من اینا رو بریزم دور. استغفرالله. اینو من بندازم تو. به چه روز قشنگ. خب از شانس خوبی که من دارم زده یه ویلیج اسپان شده همونطوری گفتم و این نسخه 1.16 هستش بچه ها. نسخه 1.16 چیزی که من دارم بازی میکنم. بذار اول اصلا واقعا نمیتونم حرف بزنم. بذار اینا رو بردارم. شب میشه دیگه، نه زوره. فقط یه روز طول میکشه من اینجا لوت کنم. آیرن گولم نداره؟ باید داشته باشه، این نمیشه نداشته باشه. دقیقا بغل خونه هم اسپان. اینا دقیقا میرسه. دقیقا اینجا من دقیقا اینجا اسپان شدم. اینجا چقدر خوبه، چقدر من خوشحالم، چقدر من راضیم، چقدر من سفیدم. به به واه واه هوا چطور؟ واه واه. میخوام فال دمیج بخورم. خب بچه اینم شیرینی فال دمیجمون. این شیرینی توی ویلیج اسپان شدنمون بود. شیرینی هم که نه، هاردکوره، نباید زیاد با جونم شوخی کنم. اگر از این ویدیو حمایت کنید ادامهش هم میذارم. اینا رو فکر کنم همه رو لوت کردم. نه همه رو لوت کردم. این شروع نشده من الان انقدر سفیدم واقعا. اگر میخواید سفید باشید حتما با ما تماس بگیرید. سعی میکنم کار شما هم راه بندازم. این خونه رو لوت کردم. آره این یه خونه رو لوت نکردم. این خونه رو لوت کردم. چیزی نداره.
اینو لوت نکردم. آره اینو. وای چستاشون هم همشون پره. چقدر فعال بودن اینا. چستاشون همشون پره. دمشون هم گرم. چقدر نون، یعنی هر چقدر اونا نون کم داشتن این نون داشت. بچه خب تازه بازی عادی شروع میشه. تازه بازی عادیشون چی اونجا؟ قارم اینجاست. توی بهترین موقعیت اسپان شدم. آنیسان رفت الان داره میاد فکر کنم کم کم دیگه باید بیاد. چیه؟ چیزی از اون دور چشمک بزنه بریم ببینیم چیه. من این مادو بر نداشتم نمیدونم چه بلایی سر اینجا اومده. من بادو آخی میگم من مادو بر نداشتم. آره بچه این اثرات ماد هستش چی نیست. میکنی نگران نباشید اثرات ماده. منطقیه کاملا منطقیه. یه خوبیش اینه چی مثلا این الان میزنم شاید هم بدی باشه حالا نمیدونم. کل این باید یهو بره میبینید کلش سری دیگه کار ما رو ساده میکنه. از این سپین خوشگلا داریم. چقدر من سفیدم. رو پشمام. خب بر اساس بازی ماینکرافت ما سنگ نداریم. نزدیک ویلیج میمونیم. ویلیج گم نکنیم یه وقت خدایی نکرده. خوشی اینجا من باید خونه ها بسازم. بذاریم بادام سفید هستیم هنوز سفیدیم. نه دیگه سفیدیم تموم شد. تاکید شما چیکنی؟ رنگت چرا این رنگیه؟ باید ببینم. تخم میذاره. این از این مرغ طلایی هست. مرغ طلاییه. سب کن بگوشنه. میخوام بگوشنه فرق باید دیگران داری. فکر خیلی خوبی. نجات پرست نیستم من. نه نجات پرست من کاملا نجات پرست بچه. گوشتش هم میخوریم حروم نشه. چه دور بردی داشت. مرغ شد. جوجه شد. نه سفیدیم ترکشید. میگم سفیدیم ترکشیده. خب بچه ها میریم زیر زمین. حالا که چوب کندیم با این 4 تا چوبمون یکی رفتیم تیبل نقلی میشه. یادم لعنت بش. اینا نه لعنت بش. نه برعکس شد. درست الان درست حواسم. من همونم. حالا 2 تا داریم اشکال نداره. این خونه رو من لوت نکردم. بپر میکنی کسکم مشکلی. میخوام آخه مگه پاشو دقیقا کردی بچه زودتر خوابید. منطق بچه ها زودتر میخوابن. بزرگ شد بچه چه طلوع قشنگی. مپ هم داریم گم نمی کنیم اینجا رو.
من میرم به سمت صحرا تا ببینم چی هست اینجا. در بهترین جای ممکن اسپاون شده و از لذت‌های معنوی لذت میبریم. به 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 به. یعنی هر طرفش یه رنگه. انقدر خوبم من نمیفهمم این خوکه با این خوکه چه فرقی داره؟ چرا دو رنگش کردی؟ شاید یکی نره یکی ماده. مثلا این یعنی چه رنگی؟ یه ماده گوشتشون فرق داره. نجات پرست شده. مادای نجات پرستانه رو من میذارم به خودم. واقعا من متاسفم واسه خودم. واقعا بذار کمی سبلینگار اینجا بکارم در بیاد تا چند روز دیگه. روش نکرد سپلینگو کجاست؟ سپلینگو خب مپ که داریم گم نمیشه. شاید هم بشیم کی میدونه. بریم چند تا چوب بکنیم. یعنی من انقدر تو این چیزه دارم خوش میگذرم، خوشحالم. هنوز هاردکور، اگر میخواین هاردکور شروع شده منو ببینید حتما از پارت بعدی شروع کنید، ولی فعلا این پارت رو ببینید نرید پارت بعدی هنوز آپلود نکردم. آره فشار بکنید. این ویدیو با قطعا یه خوششانسی. اول گوسفند میکشیم پشم نداریم. از الان تخت سگ میسازم که سگ گیر آوردم تختشو داشته باشم. اینقدر من خوبم. این گوسفنده نمیفهمه من دارم میکشمش. نمیفهمه. خر است. خر. گوسفندی که خر بود. داستان‌های صدا و سیما. خوخه. حالا چوب یه پیککس میسازیم که حداقل وسایل سنگی ساخته باشیم. برای پارت اول وسایل سنگی داشته باشیم. امیدوارم این مقدار سفیدی که من در اول داشتم در آخر هم داشته باشم و همینجوری من رو همراهی کنه این سفیدی و من یه سفید تنها نباشم، یه سفید خیلی تنها باشم. سفید بودن عنصریه که هر کسی نداره. یعنی هر کسی نمیتونه مثل من سفید باشه. متاسفانه خدادادی سفید بودن دیگه. میدونید یه استعداده، یه اسکیل، یه مهارته. هر کسی نداره. هر کسی این مهارت، این قدرت، این هوش، این ذکاوت هر کسی نداره بچه ها. هر کسی مثلا این اسکیل رو نداره، این مهارت رو نداره که اینقدر سفید باشه که یه لاواپول بغل اینجا باشه که دروازه پورتال ندرشم جور شه، یا یه حسچ اینجا باشه تن به آب بزنه. واقعا نه هم مهارت اینا رو هر کسی نداره بچه. قدر منو بدونید. قدرمو هر کسی نمیدونه. عاقب نداریم دلم.
چکنم لا لا بچه ها اولین کاری که میکنیم یه تخت سگ میسازیم. خب یه تخت سگ. خب میایم اینجا. خب میایم بیرون. اینجا چی کار میکنیم؟ اینونتوری رو باز بعد اینو میزنیم اینجا. بعد ببینیم که میشه تخت سگ ساخت. میگه نمیتونی. من که میدونم میتونم. من که میدونم توانم. من که میدونم قدرتش رو دارم. بچه ها شروع نشده تخت سگ ساختم. خوشحالید نه؟ اگر نیستید پس به شلوار بچه ها یه دونه پیککس میسازیم. پیککس چوبی. یه پیککس چوبی میسازیم. یه دونه به پیککس چوبی و به چیزای چوبی برسن. همین. یعنی اینقدر من الان خوش شانسم. من اولی که قبل از اینکه قرار بود این دنیا رو بسازم گفتم آقا من یه ویلیج پیدا میکنم. بعدش اول که پیککس و اینا میسازم. بعد میگردم دنبال تختم میسازم. میگردم دنبال ویلیج و وقتی گشتم دنبال ویلیج اون موقع است که من پارت تمام میکنم. ولی متاسفانه کانتنت هم یهو خراب شد. شاید هم ساخته شد. شاید هم قسمت بوده که این اتفاق بیفته و کار ما سریعتر پیش بره. نه اگر میخواستم اسپید ران کنم. البته اسپید ران کردن من یکم طول میگیره. معمولا اهل اسپید ران نیستم. ولی میخواستم اسپید ران کنم. یه خوش سفیدی توی اسپید ران و یه پوان مثبت توی اسپید ران محسوب میشد. من سریع ویلیج پیدا کردم. کلی غذا داره. خیلی پوان مثبتیه. خیلی مقدار کافی سنگ جمع میکنم چون ممکنه یه روزی برسه سنگ کمیاب بشه. ما اون روزو نمیخوایم. پس تا میتونیم چیکار میکنیم؟ سنگ جمع میکنیم. به چقدر تا پیککسمون بشکنه. تا زمانی که پیککسمون بشکنه سنگ جمع میکنیم. به یه دل برم یه دلم میگه نرم طاقت نداره برم خدا خوابم گرفت. خدا خوابم گرفت. وای داره شب میشه. چه کار کنم؟ به دخمه بابای اصغر بابای اصغر دخمه بابای اصغر فشار بخور. فشار که رفتین تیبل من کجاست؟ که رفتین تیبل من کجاست؟ یه بیل میسازیم. یه از اینا میسازیم. یه بار دیگه استیک میسازیم. یه از اینا میسازیم. و یه از اینا. روش کرد. بذار بغل همین درخت این ویدیو رو پایان برسونم. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و اینکه امیدوارم تونسته باشم دلتون رو شاد کنم. واقعا باورم نمیشه این حد از سفیدی رو و
اگر دوست دارید که پارتای بعد رو بسازم حتما حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و کامنت بذارید و اینکه دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.